فرمانروای مقتدر مصر جناب آمن‌هوتپ. ها؟ چه شده آنخما؟ یادی از ما کردی؟ اگر مجبورم نمی کردن مصدق اوقات شریف نمی شدم. میشنوم. چه کسی شما را مجبور کرده است؟ من به شکوه آمدم و از جناب یوزارسیف گله‌مندم. آیا ایشان حق دارند در قبال گندم از کاهنان معبد آمون وجهی دریافت کنند؟ چرا ندارم؟ گندم سرمایه این مردم و حاصل سالها تلاش آنان است. چرا باید آن را به رایگان به معبد آمون بدهم؟ گندم از آن مردم است، تردیدی نیست. اما آمونم متعلق به مردم است و کاهنان حافظان ایمان مردم. اگر دعای خیر کاهنان و معبد آمون نبود، آیا شما موفق به ذخیره سازی این همه گندم می شدید؟ ولی تا آنجا که ما خبر داریم شما تمام سعی خود را به کار بستید تا مردم از همکاری با جناب یوزارسیف و تحویل گندم ها به سیلوها منصرف شدند. اینها حقیقت ندارند، خلاف عرض رسانده‌اند. به وقتش به شما ثابت خواهیم کرد. اما سوال من این است، حال که قصد فروش گندم به کاهنان این خادمان مردم را دارید، چرا به 3000 دبل؟ برای اینکه شما دارید و صاحب مکنت هستید. بهتر نیست قدری در صندوقچه های انباشته به سیم و زر خدای آمون باز شود؟ گنجینه عظیم خدایان نباید روزی به کار آید؟ با عرض پوزش به نظر میرسد برای گنجینه های معبد آمون نقشه هایی کشیده شده. آیا کسی شما را مجبور به خرید گندم کرده؟ نه جناب یوزارسیف، و همین دلیل مجبور نیستیم گندم به بهای زیادی خریداری کنیم، در حالی که میتوانیم از دیگران به نصف قیمت گندم بخریم. من با شما موافقم جناب آنخماهو. شما میتوانید از هر کجا که مایل هستید گندم تهیه کنید. حتی میتوانید از سرزمین‌های دیگر مایحتاج خود را تامین کنید. امیدوارم این اقدام ما را اخلال در امور حکومت تلقی نکنید. عالی جناب، این کار اخلال در امور است. آنها با واردات گندم مانع پیروزی شما بر آمون خواهند شد. نگران نباشید. من از نزد خدای خود چیزهایی میدانم که این کاهنان نمیدانند. به زودی مجبور به خرید گندم از ما خواهند شد. من از آنجا که به سخنان جناب یوزارسیف اعتماد دارم با اقدامات معبد مخالفت نمی کنم. امیدوارم پیشبینی های جناب یوزارسیف درست از کار درآید. جهت اطمینان شما باید عرض کنم متاسفانه تمامی کشورهای همسایه ما دچار قحطی هستند. آنخماهو و کاهنان از هیچ سرزمینی نمیتوانند گندم تهیه کنند. شما اطمینان دارید؟ این خیلی خوب است. من این را نمیدانستم. برای شکست کاهنان خوب است، اما برای مردم آن کشورها اصلا خوب نیست. ما قحطی را پیش بینی کردیم، حال آنها نکردند و به زحمت خواهند افتاد. مردم کنعان با قحطی چه میکنند؟ خداوند آنان رحم کند. یهودا ببین،
این گندم 10 خوشه است. این گندم قابل برداشت نیست. بنیامین، به پدر بگو گندم ها همه این گونه درو کنیم یا به حال خود بگذاریم. نظرت شده. بسیار خوب، منتظر باشید. ما پیرو دین حنیف ابراهیم هستیم و کتاب ما صحف هست. پدر بزرگ حضرت ابراهیم که بود؟ پدر بزرگ من بود، یکی از پیامبران خداوند بود. ایشان اولین کسی بود که به کنعان آمد. پدر بزرگ، قبل از ما هم کسی در کنعان زندگی میکرد یا اولین کسانی که در کنعان زندگی کردن ما هستیم؟ نه فرزندم، قبل از ما هم کنعان بوده است و کسانی در اینجا زندگی میکردند. پدر بزرگ، چرا به ما بنی اسرائیل میگویند؟ اهالی قدیم کنعان به شما بنی اسرائیل میگویند چون شما نوادگان و فرزندان من هستید. نام دیگر من اسرائیل است. پس شما و پدرانتان همه فرزندان اسرائیل هستید. درود بر نبی خدا. چه شده بنیامین؟ پدر، گندم امسال این گونه است. آن را درو کنیم یا نه؟ اگرچه محصول ناچیزی است و تلاش زیادی می‌طلبد، اما چاره چیست؟ سالهای سختی در پیش است. گندم‌ها را درو کنید و تا می‌توانید ذخیره نمایید و در مصرف آن هم صرفه‌جو باشید، وگرنه قحطی قربانی زیادی از ما خواهد گرفت. سعی خود را خواهیم کرد. از خوشه‌های تکیده هم نخواهیم گذشت. اگر گندم برای ما نداشته باشد، کاه برای چارپایانمان که دارد. درو کنید، درو کنید. همین هم غنیمت است. بسیار خوب پدر. سی سال است که خیر و برکت از زندگی فرزندانم بیرون رفته. از زمانی که برادرشان گم شد، هرچه تلاش میکنن باز هم به نان شب محتاج بود. خب فرزندانم، چه میگفتیم؟ گندم کجا بود؟ جز یوزارسیف در مصر کسی گندم ندارد. او همه گندم‌های مصر را با خوشه در سیلو بلعیده. این را میدانی منظور ما بیرون از مصر است، در ممالک همسایه. من از کرت و هیتانی خبر دارم. آن ممالک را هم قحطی فرا گرفت. سراغ ممالک دیگر را بگیریم، شاید بتوان از آنجا گندم وارد کرد. علت ورودتان به شهر چیست؟ ما در زادگاه خود دچار قحطی شده ایم. گفتن در مصر قله هست. آمده ایم اگر ممکن است ما را یاری کنید. شما باید از خابیری ها باشید. آری همینطور است. همینجا بایستید تا من کسب تکلیف کنم. همینجا بمانند تا من بازگردم.
تا کنون صاحبان 400 برده در طبس برای خلاصی از مخارج سنگین قحطی برده های خود را آزاد کردند. این برده ها جز نیازمندان محسوب می شوند و باید گندم رایگان دریافت کنند. چرا گندم رایگان بدهید؟ چرا این برده ها را به کار نمی گیرید؟ شما برای تقسیم گندم و اداره سیلو و مراقبت و نگهبانی به کارگران زیادی نیازمندید. در قبال کار به آنها گندم بدهید. آفرین آسنات، پیشنهاد بسیار به جایی بود. من باید از جناب آخناتون و بانو نفرتیتی سپاسگزار باشم که همسریشون تو برایم برگزیدند. به این ترتیب ما کمبود نیروهای کارمان را با این برده ها برطرف میکنیم. درود بر یوزارسیف فرزانه و حکیم. درود خداوند بر تو باد. عالی جناب، من از دروازه شرقی شهر آمدم. اتباع یکی از سرزمین‌های مجاور که گویا از خابیریا هستند برای خرید گندم آمدند. با آنها چه کنیم؟ باید توجه کنید که حتما قحطی زده باشند. به اهالی دیگر سرزمین‌ها گندم ندهید. اسامی سرزمین‌های قحطی زده را به همه ابلاغ خواهیم کرد. برای ممانعت از سودجویی به هر کس گندم 1 ماه یعنی 10 کیل بیشتر ندهید. قیمت را هم به زمان فراوانی محاسبه کنید. نام و نشان دیارشان را ثبت کنید تا در ماه بیش از 1 بار گندم نگیرند. بارهایشان را نیز بگردید که با خود سلاح و ابزار جنگی به همراه نداشته باشند. این دستورات و لیست سرزمین‌های قحطی زده است. شما چیزی بگویید بانو. اینها کمر به نابودی معبد بستند. حتی از دادن گندم هم مضایقه میکنند. از من چه کاری ساخته است؟ آنها مدت هاست مانع ورود من به قصر شده اند. در حضور من سخن نمیگویند و مرا اجیر شده و از عوامل معبد میدانند. اگر به اندازه چند ماه گندم معبد تأمین میشد، ما با محصول سال بعد معبد را بی‌نیاز میکردیم. مطمئن باشید تا 5 سال دیگر باران نمیبارد و از گندم خبری نخواهد بود. نمیدانم چرا همه پیشگویی های یوزارسیف تحقق مییابد. ما همیشه امیدمان به شما بوده بانو. در قصر آخناتون. آمنحتپ، شنیدی؟ آمنحتپ فرزند من است و همیشه او را به این نام خواهم خواند و هرگز آن نام مسخره را به زبان نخواهم آورد. بسیار خوب، بسیار خوب. آمنحتپ، در قصر آمنحتپ همیشه شما پشتیبان ما بودید بانو. شما نباید خادمین آمون را فراموش کنید. یک بار دیگر نزد جناب آخر پوزش می‌طلبم، نزد جناب آمنحتپ بروید. شاید گندم مورد نیاز معبد را تأمین کنند. بسیار خوب، سعی خود را خواهم کرد. از خشم خدایان بترس، از خشم آمون بترس. آمنحتپ، اگر آمون نفرین کند تو و سیلوهایت همه خاکستر میشوید. یوزارسیف تو را فریب داده، همه ما را فریب داده. رهایم کنید. امیدوارم این کاخ ویران شود و تو و یوزارسیف نابود گردید. رهایم کنید احمقها، رهایم کنید. بیش از این آمون را به خشم نیاور. بانوتی بسیار خشمگین است. حتما از جانب معبد خبرهای ناگواری شنیده است. همینطور است. خبرها از ناکامی کاهنان است. گفته بودم که آنها موفق به تهیه گندم نخواهند شد. هرگاه که در ایمانم نسبت به شما دچار تردید می شوم، با دیدن گوشه‌ای از قدرت شما و خداوند یکتا، باز هم یقین جای تردید را می گیرد.
من تردید ندارم که شما با خدای یکتا سر و سری دارید. ما تا کنون چندین بار شاهد شکست آمون در برابر خداوند یکتا بودیم و بیشک شکست آنخماه و تسلیم او در برابر خرید گندم مقدمه شکست نهایی است. آرزوی من این است که یکتا پرستی را دین رسمی مصر اعلام کنم و بساط شرک و بت پرستی را برچینم. من به شما اطمینان میدهم آن روز دیر نیست. فقط کمی تحمل کنید تا سکه های معبد آمون کمتر شود و شناخت مردم به معایب خدایان بیشتر. یعنی میرسد آن روز که اقتدار چند هزار ساله آمون، خدای زورگو و دروغین، به پایان برسد. اراده خداوند بر این قرار گرفته که یکتا پرستی بر شرک و بت پرستی نصرت یابد و این وعده خداوند به زودی محقق خواهد شد. تنها نگرانی من از جانب بانوتی می باشد. ایشان می توانند کاهنان را علیه حکومت شما و اهداف ما تحریک کنند. اگر خطر بانوتی تا این حد جدی است می توانیم او را به حبس بیاندازیم. نه جناب فرمانروا، همانقدر که در خانه خود تحت الحفظ باشند تا نتوانند با مخالفین ما تماس بگیرند کافی است. بسیار خوب، به هورمزد بگویید بیاید. مادر من بانوتی از امروز تحت نظر است. کاهنان حق ارتباط با او را ندارند. هر وقت اراده کرد او را نزد من بیاورید. اما هیچ کس حق ورود و خروج به قصر او را ندارد. از تجار ممالک دیگر سوال کردیم، امکان وارد کردن گندم وجود ندارد. آنها گفتند کشورهای همسایه هم قحطی شده. در داخلم گندمی وجود ندارد. اگه کسی ذخیره‌ای هم کرده در طول این 2 سال آن را صرف کرده است. چاره نیست. نمیتوانیم هزاران نفر از خادمان معبد آمون را از گرسنگی بکشیم. باید بهای گندم را بپردازیم. ولی قربان، همه قدرت معبد به این گنجینه هاست. همه قدرت معبد به خادمان و حامیان اوست. ما نمیتوانیم اونها را گرسنه نگه داریم. اکنون بهای گندم از زرهای معبد خیلی بیشتر است. به اجبار باید بخشی از گنجینه معبد را نادیده بگیرید. بروید جعبه ای از خزانه را بردارید و به همراه چند نگهبان برای خرید گندم به سیلوهای طبر بروید. بدون گندم باز نکردید. میبینید ما در مقابل یوزار سیف مجبور به پذیرفتن شکست هستیم. اما من به موقع کار اخناتون و یوزار سیف را یک سره خواهم کرد. خدایان یوزار سیف را نابود کنند. امیدوارم به نفرین آمون دچار شود. این گنجینه موجب عظمت آمون و اقتدار معبد است. امیدوارم آتش خشم خدایان بر یوزار سیف و اربابش اخناتون نازل شود. یکی، دو کی، سه کی، 4 کی، 5 کی. مرده بودی؟
دکه نفر بعد. امیدوارم این سکه ها آتش شود، شما و سیلوهایتان را یک جا بسوزان. میبینم دل کندن از این سکه ها آنگونه که درون شما را با آتش میکشد. ما را نمیسوزان. این سکه ها 3000 دبن است؟ آری. برای معبد 1000 که. نفر بعد. برای دیگران هر کی یک دبن. برای ما میبینید اینها هدایا و نذورات ماست. آری، ما نثار خدایان میکردیم، اینا نثار خود میکنن. مردم از گرسنگی شکمشان به پشتشان چسبیده است، اینها انقدر خوردن که پیش پایشان رو نمی‌بینند. بخورین و پروار شدین، کائنان شکم پرست. شرشان راحت می‌شدیم. به نام معبد می‌بینن خودشان می‌خورن. نفر بعد. 15 که. مواظب باشید چیزی به هدر نرود. حرکت بردیم سریع‌تر برمیگردیم تا باید سبت آری. چرا موجب آزار مردم میشنی؟ مگه تو دیوانی؟ بریم دیگر بازی کنیم. اون زلیخا شما هستی؟ تو کی هستی؟ چطور مرا نمیشناسید؟ من از خدمتکاران قصر بودم. زمانی که شما همه را آزاد کردید من برای خود تشکیل خانواده دادم. در حقیقت هنوز خدمتکار شما هستم. خوشحالم که سامان یافتی. بیایید بانو، به خانه من بیایید، همینجاست. نه باید بروم. کجا؟ راه قصر از این طرف نیست. کسی گفته که یوزارسیف قصد رفتن به منفیس را دارد. به سمت دروازه سوریه می روم. چون آب نیل کم است یوزارسیف از طریق سوریه به منفیس می رود. می خواهم او را ببینم. این را از که شنیده اید؟ آشنا گفت حتما بیگانه قصد آزار شما را داشته بانو. یکی از همین جوانهای کوچه و بازار بود. حتما شما هم مژگانی خوبی به او دادید. به کسی که مژده یوزارسیف را میدهد مژدگانی نباید داد. حتی اگر این خبر دروغ باشد؟ اگر حقیقت باشد و او را در وعدگاه ببینم چه؟ ولی بانو شما چشمهایتون خوب نمیبیند. چگونه میخواهید یوزارسیف را ببینید؟ هنوز چشمانم کورسویی دارد. من برای دیدن یوزارسیف به چشم سر نیاز ندارم. کافیست فقط بوی او را استشمام کنم. او همیشه در کنار من است. همیشه در پشت چشمان بسته من حاضر می شود. من لحظه‌ای بدون یوزارسیف زندگی نکردم. اگر جز این بود تا به حال مرده بودم. بیچاره زلیخا، زمانی عشق او تنها هوس بود، ولی به راستی او دیگر شیدا شده.
چه شده است ولی جناب؟ به دنبال کسی میگردی؟ شنیدم کسی مرا به نام یوسف صدا کرد. حالان که همه مرا به نام مصری هم میشناسند. دنبال کسی میگردی؟ یک صدای زنانه که با التماس و همه وجود مرا یوسف صدا میکرد. گویی صدای آشنا بود. ببینید صاحب صدا را پیدا میکنید. جستجو بی‌فایده است. در میان این همه مردم مشتاق یافتن یک نفر، آن هم از روی صدا، غیر ممکن است. حرکت تاما فرزند پباتما. شما هم آزاد شدید ها؟ شما می توانید برای 1 ماه گندم رایگان دریافت کنید. دکل نفر بعد. تیامنی هستم، فرزند بینگی. این هم سند آزادیتون. شما میتونید برای 1 ماه گندم دریافت کنید. دکل نفر بعد. این هم بیسکل. برو. نمیدانم چرا نمیتوانم او را فراموش کنم. برای اینکه او را دوست داری. زلیخا را بیشتر بوالهوسی‌های او مرا خشمگین میکرد. اما اینک نیز من هم او را دوست دارم. او خیلی مظلوم شده. اینجا چه میکنی؟ نمیدانم. ما که قصد برگشتن به اینجا را نداشتیم. گرم سخن گفتن شدیم و ناخودآگاه سر از اینجا در آوردیم. اگر اینک بانو زلیخا ما را ببیند میگوید باز که اینان آمدند. موافقی مقداری گندم به بانو بدهیم؟ آری موافقم، چون میدانم که بانو هیچگاه برای گرفتن گندم نخواهد رفت. میترسم عاقبت از گرسنگی بمیرد. برویم. یعنی بانو زلیخا کجا رفته است؟
نمیدانم، شاید درون قصر. بانو زلیخا، بانو زلیخا، بانو زلیخا، بانو کجایید؟ بانو زلیخا، بانو. یادم آمد. تاما، میدانم کجاست. میادگاه همیشگی. اینک باز میگردد. بیا کمی گندم دستاز کرده خمیر درست کنیم. بوی نان تازه. کسی اینجاست؟ پرسیدم اینجا کیست؟ سلام بانو، به خانه خوش آمدید. همه قصر را گشتیم، نبودید. بفرمایید نان تازه. میدانستیم اینک باز میگردید. بیشک گرسنه هستید. نان تازه پخته ایم. بلبل زبانی را خوب آموخته اید. چه کسی به شما گفت به اینجا بازگردید؟ بیایید بانو، بیایید بنشینید اینجا، مقداری نان تازه بخورید. گفتیم نکند بانو گرسنه باشد. مقداری گندم آرد کردیم و نان تازه پختیم. قدری هم آرد و گندم اینجا گذاشتیم. منتظر شدیم بانو رو ببینیم و بعد از اینجا برویم. نیازی به رفتن نیست. آدم که خانه خود را ترک نمی کند. ما که جایی را نداریم برویم بانو. از کودکی تا پیری در این قصر بوده ایم. کجا برویم؟ از طرفی هم به اینجا عادت کرده ایم، هم بانو را دوست داریم. قصد داشتیم برویم، اما به کجا نمیدانیم. به ناگاه خود را بر در قصر یافتیم. من هم به شما نیاز دارم. اگر می توانید بمانید. جز شما کسی رو ندارم. خب بانو، نگفتید امروز به کجا رفته بودید؟ به دیدار یوسف. یوسف؟ آری، یوسف. خب او را دیدید؟ آری، دیدم. خوب هم دیدم. هرچه او را یوزارسیف صدا زدم نشنید، تا اینکه یوسف خطابش کردم شنید و به دنبالم گشت. او هم شما را دید؟ نه،
چهرم را پوشانده بودم. نمیخواستم برای این گونه ببینم، اما خوشحالم که او را خوب دیدم. با این چشمان ضعیف؟ آری، از آن جهت خوشحالم که پیش از نابینایی کامل یوسفم را دیدم. چقدر خوش صولت و با ابهت شده بود. همه از دیدنش خوشحال بودند. گاه به مردم حسادت می کردم که چرا جز من دیگران هم دوستش دارند و گاه مردم را تحسین می کردم که محبوب مرا همچون من بزرگ می دانند و عزیز می شمارند. به سمت سیلوها. خداوند یوزارسیف حکیم را حفظ کنه. این از درایت شماست. اگر گندم را با خوشه ها ذخیره نمی کردید اینک احشام ما همه نابود شده. همه اینها از عنایت خداوند متعال است. البته ذخیره سازی گندم با خوشه ثمرات دیگری هم دارد که بعداً خواهید دانست. شاسکه نفر بعد. نوامون فرزند هوتپی دارای 7 سر عائله، 15 رأس گوسفند، 2 عدد گاو. برای 7 نفر 70 کیل، 70 دبن و برای حیوانات 2 تورکا 20 دبن، جمعاً 90 دبن. دبن ندارم. زر و زیور، طلا و نقره چه؟ آن را هم متاسفانه ندارم، اما گاو و گوسفند دارم. میپذیرید؟ مانعی نیست. گاو و گوسفند هم میتوانید بگیرید، فقط سند بگیرید که معلوم شود متعلق به حکومت مصر میباشد. آنگاه آن حیوان را به صاحبش برگردانید تا نزد خود نگه دارد. یعنی من گوسفندی رو که در ازای گندم دادم باز میتوانم پیش خود نگاه دارم؟ آری، فقط باید بدانید که متعلق به حکومت مصر میباشد و هر زمان که حکومت اراده کند میتواند آن را از شما باز بگیرد. سپاسگزارم نبی خدا، سپاسگزارم. بهتر از این نمیشود. در مقابل یکی که از گاوهایم گندم به من بدهید، کدام سند را باید مال کنم؟ کدام؟ سپاسگزارم نبی خدا. خداوند نگهدارتان. اگر دبه نداشتن طلا و نقره و زر و زیور، اگر نداشتن رم و احشام بگیرید و بگذارید نزد خودشان باشد. اگر باز هم نداشتن خانه و املاک قبول کنید. خانه را به تنبیک حکومت درآورید و بگذارید خود بر روی آن زندگی کنند. املاک را نیز به تنبیک حکومت درآورید و بگذارید خود بر روی آن کشاورزی کنند. من که نمیفهمم این چه کاری است؟ نفر بعد. هدف من اجرای عدالت است. بعداً خواهید دانست. حرکت میکنیم. این معامله و معاوضه بیشتر به مزاح شبیه است. شما در قبال ثروت و املاک و حشم مردم گندم میدهید، اما چیزی را تصاحب نمیکنید. صبر داشته باش. به وقتش همین مزاح به حقیقتی مبدل شود که برایتان قابل تصور هم نباشد. همانقدر بدان که مصر را باید زیر و رو کرد. آنان که زبردستن زیر دست شوند و آنان که فرودستند جایگاه بهتری یابند. یعنی ممکن است اگر خداوند بخواهد. آری.
تو هستی آمون؟ همان که روزی با غرور در بزم عود و بخور در معبد زیبای گوشه اتاقم ایستاده بودی و میخواستی شاهد گناهم باشی. من از شرم چهره‌ات را پوشاندم. چه شده؟ چرا به زیر پا افتاده؟ میدانم مدتی است که از تو غافل شدم. میبینی که علیل و ناتوانم و از اداره امور خویش عاجز. من نه تنها تو که خود را نیز از یاد بردم. تا من صاحب جاه و جلال بودم تو نیز عزیز بودی. از خود که غافل شدم از تو نیز شدم. از تو چه پنهان آمون. غفلتم از تو شاید به عمد بود. میدانی همه عمر تو را تقدیس کردم، اما متاسفانه تو اصلاً بنده نوازی نکردی و همیشه به من الهه معبد آمون بی توجه بودی. من از گناه در محضر تو شرم داشتم، اما تو مرا در میان مردم شرمگین دیدی و دم بر نیاوردی. به هر حال تو آمونی. آمون را خدای بزرگ مصریان. اما نه، به تازگی میخواهند خدای مصریان را تغییر دهند. یعنی یوسف میخواهد تغییر دهد. او میخواهد خدای خیش، خدای یکتا را جانشین تو کند. حق دارد. ندارد. آمون، دیدی یوسف برده‌ای بیش نبود. خدایش او را عزیز مصر کرد. بدیهی است یوسف چنین خدایی را باید تکریم کند. چنین خدای بنده نوازی را نباید تکریم کرد. نباید به جای آمون او را پرستش نمود. تو برای من چه کردی؟ لااقل بنده نوازی را از خدای یوسف بیاموز.
این است سند بردگی یوسف. هنوز نزد من است. میبینی خدای یوسف برده ای را از حضیض ذلت به اوج عزت رساند و تو بانوی بزرگ مصر را از اوج عزت به این ذلت کشاندی. نفرین خدای یوسف و همه خدایان به خدای مفلوکی چون تو که مرا به این ذلت کشاندی. اما نه، تو ناتوانتر از آنی که زلیخا را ذلیل کنی. من فکر میکنم ذلت من نیز به اراده خدای یوسف است. این ذلت حق من است. من به یوسف و خدای او بد کردم. خوشا به حال یوزرسیف، چه خدای خوبی دارد. که هستید؟ چه میخواهید؟ چه کار دارید؟ نه بانو، غذایتان را آورده ای. شما دیدید با آمون چه کردن؟ حقش بود. پیش از اینها باید این کار را میکردید. حق خدای یوسف را چگونه ادا کنم؟ چگونه او را خوشنود کنم؟ چگونه خوشنود کنم؟